من از هموطنان بهاییمون سوال میکنم آیا دستورات بهاءالله شامل حمایت از کسانی که مورد ظلم و ستم واقع شدن قرار میگیره یا نه؟ اصلا بحث سیاست من ندارم، یه پرسش میکنم. آیا بهاءالله موافق زندانی سیاسی بوده یا مخالف زندانی سیاسی؟ خواهش میکنم یکی از دوستان بهایی ما بیاد روی خط و جواب بده. اگر مخالف بوده برای این آزادی باید قدم به میدان گذاشت یا خیر؟ الو درود بر شما، بفرمایید. الو جانم بفرمایید. جونم عزیزم. آقای همایون، من یک بهایی هستم. خواهش میکنم. در جواب سوالی که شما از بهایی کردین میخوام چند کلمه بفرمایید، در خدمتتونم با کمال شوق. میدونید میبخشید من یک کمی سرما خوردم، گلوم ممکنه گرفته باشه. دیانت از نظر من بهایی کلمه نیست، تعالیمه. الان 165 ساله که بهایی ایران برای آزادی، برای جدا شدن دین از سیاست، برای تساوی حقوق زن و مرد، برای تعدیل معیشت عمومی، برای این چیزا هر لحظه زندگیشون دارن تلاش میکنن و تاوان میدن. 165 ساله که بهایی رو میکشن، تهمت میزنن، ولی میگه این کلمه نیست، اینا زندگی من ولش نمیکنم. آفرین. جنگیدن، تلاش کردن برای آزادی، فقط تو خیابون رفتن نیست. شما خودتون شاهدید که قبرستونا رو خراب میکنن، خونه هاشون رو میگیرن، اجازه تحصیل نمیدن، هر روز هر لحظه تهمت میزنن و زندان میندازنشون. یک لحظه اینا از دین، از این عقاید، از جدا شدن دین از سیاست دست بر نمیدارن. یک لحظه از تلاش برای آزادی زن دست بر نمیدارن. میگن اینا عقاید ماه. پس بنابراین فقط توی خیابون رفتن نیست آقای همایون، فقط نیست، ولی بخشیش هر لحظه داریم تلاش میکنیم. 100% مطمئنم. دیگه که من میخواستم خدمت شما خیلی از توضیحاتون سپاسگزارم. با این ترتیب این به خیابان آمدن هم میشه بخشی از همون تلاش و مبارزه. به همین دلیل بنده امیدوارم که همه دوستان کلیمی، همه دوستان بهایی، همه دوستان زرتشتی، همه دوستان مسلمان، شیعه، سنی، مجاهد، سلطنت طلب، جمهوری خواه، جبهه ملی، همه با هم همدل و هم آوا باشن در این برنامه. بفهمید. الو جانم. بر شما جناب همایون، در خدمتتونم. در مورد بهایی و بهاءالله، خود بهاءالله همونطور که میدونید یک زندانی سیاسی و عقیدتی بود تا پایان عمرش و اصولاً یکی از اولین اصول تعالیمیش نقض تقلید و اصل ولایت فقیه بود و اصولاً حضور و بودن بهایی ها خودش ایستادگی مدنی هست در مقابل این اصل و تقلید، اصل تقلید. در زمان مصادف با یا قبل از حتی مشروطه، بهاءالله نظارت داشت بر نگارش دو رساله، رساله مدنیه و رساله سیاسیه که به قلم فرزند ایشون نگاشته شد و به ایران فرستاده شد و از همطور که خانم قبلی هم گفتن، بهایی ها بالغ بر 160 سال هست که با حضور خودشون در صحنه در واقع دارن مقاومت میکنن با اصولی که آزادی بیان و اندیشه رو زیر سوال میبره و همکنون میدونیم که یاران ایران که مدیران جامعه بهایی در ایران هستند در زندان هستند، در کنار دیگر اسیران عقیدتی و سیاسی. در حال ممنون از برنامه شما. سپاسگزارم، خیلی از توضیحاتون ممنونم، خیلی خیلی متشکرم ازتون. الو درود بر شما، بفرمایید. الو جانم بفرمایید. درود بر شما آقای همایون، درود به هموطنان عزیزم، درود به شاهزاده رضا پهلوی.
من آقای همایون، این دوتا خانم هموطن عزیز بهایی من که اومدن، اینها در مورد دین خودشون گفتن. اگر کشته دادن، مسلمان ها هم دادن، کلیمی ها هم دادن. من فکر کنم بیشتر این کشته رو مسلمان ها دادن. این دلیل نمیشه که تو این جامعه خودشون رو کنار بکشن. من از همه من نگفتن ما کنار میکشیم، گفتن اصلا جز تعالیم ماست این کار. جز تعالیم؟ خب بیان، چرا نمیان؟ من میام دیگه. خیلی هاشون رو میشناسم جناب همایون عزیزم، نمیان. من ازشون خواهش میکنم به ندای ملت ایران و به پشتوانه این کار که شاهزاده رضا پهلوی هست، تلویزیون شما و تمام تلویزیون ها، خدایی همه تو رو خدا هموطنان بهایی عزیزم بیاید. مسلمون ها هم خیلی کشته دادن، من کاری ندارم، ولی بیاید بذارین جمعمون زیاد باشه. از تلویزیون های خارجی، همین امریکایی ها بذارین نشون بدیم که ما بابا نمیخوایم این حکومت رو. خیلی متشکر میشم ازتون اگر بیاید. سپاسگزار. الو جانم. دور در شما. در خدمتتونم، بفرمایید. من از کانادا زنگ میزنم، میخواستم به این بهاییان محترم تذکر بدم که خواهش میکنم روی خط که میان در رابطه با دین صحبت نکنند، چون ایجاد ناراحتی برای بعضی ها خواهد کرد. فقط اگر میخوان بگن ما بهایی هستیم، ما هم در این مراسم شرکت میکنیم. خیلی ممنون. سپاسگزارم از توضیحاتتون. الو درود بر شما، بفرمایید. جونم بفرمایید. من میخواستم بگم این آقایون بهایی ها، این دوستان بهایی که برای عالم انسانیت تلاش دارن میکنن، این هم جز حقوق بشر و عالم انسانیت. تشریف بیارن لطفا. حتما میام. به نظر من یعنی مفاهیمی که من از فرمایشات این دو خانم گرفتم این بود که ما همراه هستیم و جزء تعالیم ماست، چیزی جزئی نبود. الو درود بر شما، بفرمایید. الو جانم. الو درود بر شما، بفرمایید. با من هستین آقای؟ بله قربون، بفرمایید. خواهش میکنم. روزتون بخیر آقای همایون. من یه خانم بهایی هستم. در جواب اون خانمی که خواستن از بهایی ها که در این جور مراسم شرکت بکنن، عرض میکنم که مگه وقتی که ما شرکت میکنیم در این تظاهرات روی پیشونی ما باریکلا آفرین. یکی مسلمون، من 17 سال در امریکا هستم، در لس آنجلس هستم، در تمام مراسمی که ضد رژیم بوده شرکت کردم. باریکلا. ولی آیا روی پیشونی من نوشته بوده که چه دینی دارم؟ باریکلا. ما میدونن که بهایی شرکت میکنن یا نمیکنن. خود من روز شنبه میخوام به حداقل ماشینی هم 5 نفر جا میگیره، 5 نفر بردارم از اورنج کانتی بیام به لس آنجلس برای این کار. باریکلا. خانم چه میدونن من کی هستم؟ آفرین. چرا قضاوت میکنن؟ باریکلا. الو درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. من چند دقیقه قبل صحبت کردم برای رفع سوء تفاهمی که پیش اومده. دوباره زنگ زدم. جناب همایون، در جامعه بهایی تقلید وجود نداره و این تصمیم شخصی فرد افراد بهایی هست که در تظاهرات و راهپیمایی هایی که برای حقوق بشر در جهت و موازات حقوق بشر اتفاق میفته شرکت بکنن. فقط این رو برای رفع سوء تفاهم خدمتتون عرض کردم. توضیح بسیار لازمی بود.